قرار است امشب به قصر سلطان محمود برویم و خزانه قصر را خالی کنیم. آیا من را هم با خود میبرید؟ ما هر کدام هنری داریم که در امر دزدی به دردمان میخورد. به خاطر این هنرها در این گروهیم. هنر من در بازبان من است. دست من میتواند بدون هیچ وسیله‌ای و با دست خالی تونلی را حفر کند و از هر کجا که بخواهم سر در بیاورم. هنر من در گوشهایم است. گوش؟ من میتوانم زبان سگها را بفهمم و میدانم سگها موقع پارس کردن چه میگویند. هنر من در چشمانم است، چون هر کسی را در هر جا و هر لباسی ببینم، چه روز باشد چه شب، آن را خواهم شناخت. من میتوانم پول طلا و جواهر را حتی از زیر خاک تشخیص دهم. تفاوت خاک معمولی و خاکی که توش طلا باشد را تشخیص میدهم. هنر من در پنجه های من است. من کمند اندازم و میتوانم کمندی به بلندای کوه بیاندازم. حالا تو بگو، تو چه بلدی؟ هنر تو چیست؟